بچه‌ها امروز اومدم برم سر کار، دیدم ماشینمو زدن، آینه‌ش شکوندن، سمت راننده زدن درش. تازه ماشینمو درست کرده بودم. این فکر میکنه که زده و در رفته، این یه جای دیگه باید بدتر از این طاقت پس بده. کارما ولش نمیکنه، نه برای این، برای همه اینجوریه. ولی یه دونه شماره اینجا میذاش، شاید مثلا من هزینه ازش نمیگرفتم، ولی این طرف این کارا نکرد، فکر کرد زرنگه. ببین تخم مرغ همون تخم مرغه، صبح کسی بخوره پولداره، شبام کسی بخوره فقیره. اینم امروز اومدم به حیوونا غذا دارم میدم، پیشی و کلاغا. اینه از امروزمون. این یکی هم اینجا وایستده، نمیدونم چرا غذا نمیخوره. این فندق من، این گردوه دیگه، این گردوه فندقم که براش غذا ریختم. بچه‌ها شاید اصلا من یه مدتی نتونم فیلم بذارم، من پنجشنبه میرم بیمارستان، بستریشم. برام دعا کنی که زودتر خوب بشم. دلم برای فندق و گردو تنگ میشه. فندق 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 گردو بودو بودو، گردو داره میاد، گردو بودو 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 بودو، این گردومه. گردو کلاغ‌ها برای خودشون جشن گرفتن. فندق